روزی از روزها تاجی نیکسرشت و پارسا باد سفر بست تا به سرزمین‌های دور رود و در بازارها تجارت کند. سوار بر الاغ از دل دشت‌ها و بیابان‌ها می‌گذشت، بی خبر از آن که سرنوشتش به زودی دگرگون خواهد شد. چون خستگی بر او چیره شد، در سایه درختی کهنسال نشست. کیسه خرما را بشود، چندان خرما خورد و حصه ها را بی فکر به دور انداخت. آفتاب بالا بود و باد گرمی صحرا را بر پوستش می نشاند. ناگاه زمین لرزید. از در خاک گولی هولناک پدیدار شد. شمشیری در دست و آتشی در چهره داشت. غول فریاد زد: ای انسان، تو پسرم را کشتی. هسته خرمای تو بر سر او فرود آمد و جانش را گرفت. تاجر مات و مبهوت مانده بود. با زانوهای لرزان بر زمین افتاد، دست بر سینه و اشک بر گونه. سوگند خورد که ندانسته چنین کرده و از غول مهلت خواست تا 1 سال دیگر به شهر بازگردد، با خانواده وداع کند و برگردد برای انجام حکم. غول به او نگریست. سکوتی میانشان حاکم شد و سرانجام گفت: 1 سال مهلتت میدهم، اما اگر باز نگردی خاک همانجا تنت را خواهد بلعید. تاجر به خانه رسید، دارایی خود را میان فرزندانش بخش کرد، با همسر وداع گفت، وصیت کرد و 1 سال را با دلی غمزده به سر آورد تا روزی که نوبت وفای به عهد رسید. او به بیابان بازگشت و زیر همان درخت نشست. منتظر شد، نه برای تجارت که برای عدالت. هنوز ظهر نشده بود که پیرمردی رسید با غزالی زیبا در کنار. چون پیرمرد داستان تاجر را شنید، گفت: اگر تو را خواهند کشت، بگذار من هم شاهد باشم، شاید بتوانم میانجی شوم. چندی نگذشت که پیرمردی دیگر از دور نمایان شد و 2 سگ سیاه همراهش. او نیز پس از شنیدن ماجرا کنارش نشست. 3مین پیرمرد نیز رسید، سوار بر واتری سپید. هر 3 بازرگان را دلدادی می‌دادند. سکوتی سنگین و منتظرانه بر زیر آن درخت سایه انداخته بود و آنگاه غول پدیدار شد. چهرهش خشمگین، گام‌هایش سنگین. پیرمردان یک به یک برخاستند و داستان‌های شگفت‌انگیز خود را باز گفتند. غول متحیر و شگفت زده شد. چهرهش آرام گرفت و با لحنی نرم گفت: ای تاجر، وفاداریت به عهد و شجاعت دوستانت تو را بخشید و ناپدید شد. تاجر به خانه بازگشت، اما هر سال در همان روز باز به آن درخت می آمد. می نشست، به گذشته می اندیشید و شکر می گفت از نجاتی که حاصل راستی و وفای به عهد بود. صبح شد و قصه ما هم به پایان رسید، اما شب‌های 1001 شب ادامه دارد. برای شنیدن قصه های بعدی کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید، لایک هم بکنید. انگیزه میگیریم برای درست کردن کلیپ های این چینی. ممنون از اینکه حمایتی میکنید. خدا نگهدار.